درود کایزال دلتون چطوره؟ خوش اومدین به ویدیو جدید از چنل خودتون. کاوستم و تو این ویدیو بچه اصلا یه فشارهایی داشتم میخوردم که نگو بچه ها. اصلا داداش کاوتون تو این ویدیو یک فشارهایی داشت میخورد که ببینین من زیاد دیگه آلکاتراز پلی نمیدم. این مچو فقط به خاطر دوستان اومدم که زیاد داشتن میگفتن کاوه بیا آلکاتراز و اینا. گفتم آقا باشه میریم آلکاتراز. رفتم بچه خط گیر بود، کمپ بود، نمیدونم بکزم بود، چیت بود، این بات بود، همه چی بود تو این ویدیو بچه ها. ببینید آلکاتراز که میری همین آقا. نمیگم آلکاتراز بده ولی فشاری آدم زیاد میشه داخلش. من زیاد فشاری نمیشم، یعنی سخت فشاری میکنم بچه ها، ولی به خدا هر آلکاتراز میرم یک فشارهایی میخورم که نگو داداش. خب بچه ها تو شورت ویدیوامو برین حتما ببینین، چنلم هم ساب کنید، بعدش لایک کنید و کامنت انگلیسی هم بذارید که سباتون نپره. خیلی عشق این دمتون گرم، همیشه پر انرژی و سر و حال اینا باشین بچه ها. شورت همو داشتم میگفتم بریم ببینین چیستان و اینا میارم تو شورت ها. اگه تونستین جواب بدین که عالی، تو کامنت ها بدین جواب بدین و خواستین برین ببینین دیگه. حالا بچه ها من تازگی ها گوشیم خیلی داغ میکنه، خیلی داغ میکنه. یعنی گوشی هم که داغ کنه لگ میخوره، یعنی گوشی داغ کنه 100% لگ میخوره. البته بعضی گوشی هستن میگن آقا بچه اینو دیدین بچه نق شده بود، داشت اسلاید میزد، داشت مومنت. ای آخه من چی بگم به این داداش؟ نمیدونم از مشکل از اکتیویژن، باگ، چیت چیه. اگه مشکل از اکتیویژن واقعا دوست دارم، خیلی خوبی. ببین اکتیویژن یه شانسی هم به ما بده از اونجور چیزا. خب بچه داشتم میگفتم گوشی داغ کنه یعنی احتمالش زیاده این لگ بخوره دیگه. نمیگم گیمینگ باشه گوشیت، گیمینگ هم دیر داغ میکنن، سخت داغ میکنن اینا بچه. بهترین راهش اینه که یه دونه فن گوشی، یه فن قانع کننده گوشی بخرین و راحت بشین از دست لگ. خب ولی آقا اونایی که هزینه‌شو نمیتونن پرداخت کنن، گشادشون میاد نمیتونن آقا وزنشون ندارن، میخوام بچه براتون یه دونه برنامه توی ویدیو در بیارم که اگه لایک های این ویدیو بره بالا، سابام بره بالا، آقا ساب بالای 50 تا باشه، 100 تا سابام بره بالای 100 تا، برنامه رو براتون میذارم که گوشیتون دیگه داغ نکنه بچه. سیفی کولر و اینا نیست، اونا هم خب یک کوچولو تاثیر دارن تو داغ خنک کردن گوشی ولی زیاد نه. این برنامه فرق میکنی برنامه خارجیه، منظور تو مایکت و اینا فکر نکنم باشه. حتما بعد اینکه سابام بالای 100 تا رفت برنامه رو میذارم که عشق کنی بچه. اینجا میدونه از بک دمیج جمع داداشمون. حالا اوکی اسکوات بودن درک میکنم، منم مثل نوبه افتادم وسطشون. خب بچه داره ببینین عامل اصلی لگ خوردن گوشی دیگه چیزه داغ کردن دیگه. نمیگم رام گوشی 2 باشه 3 باشه اون دیگه طبیعیه لگ بخوره، ولی بازم داداش کاوتون برای اونم یه راهچاره‌ای پیدا میکنه. تو فقط ساب کن و لایک کن، داداش کاوه بقیه‌شو بسپار به داداش کاوتون. بچه تو این ویدیو زیاد ویدیو باحالی نیست، نمیدونم اگه پسندیدین که هیچ، نپسندیدینم که فرق نمیکنه، دمتون گرم والا چی. بچه داشتم چی میگفتم؟ آره رام گوشی تا 2-3 باشه دیگه طبیعیه گوشی که کوچولو لگ داشته باشه. خب
داداش کاوه‌تون براتون یه دونه برنامه پیدا میکنه یا میگم آقا دوستم برام میسازه. آقا شما فقط لایک کنید ساب کنید، من میگم مخصوص کاستوم رایگان براتون فری بسازم. شما فقط لایک کن تموم آقا، برگشت با داداش کاوه. بچه تازگی ها من نمیدونم از سرورهای چیه یک باگایی دارم میخورم، باگایی دارم میخورم که نگو و نپرس. داداش کاوه‌تون داره میمیره این روزا از باگ و لگ و اینا. یعنی هم گوشیم داغ میکنه، هم باگ میکنه، هم لگ میخورم، هم هر چی بلا سرم یعنی خواستیم میاد. آقا بگذاریم از اینا بگذاریم. بچه سیزن 8 قرار سامورایی بیاد، سیزن 8 قرار سامورایی بشه، تم سامورایی اینا بیاد واسه کالاف که خودم تعجب کردم بعد چندین ماه چندین سال اکتیویژن یک چیزی هم یه روی هم به ما کرد. هم یعنی این روزا اکتیویژن کلا رفته بود آره تو فاز وارزون اینا، اصلا دیگه به کال آف موبایل اصلا دیگه اهمیت نمیداد. آره سیزن 8 قرار تم سامورای بیاد و منم میذارم آقا ویدیوی سیزن 8 رو میذارم براتون ببینین، تو ویدیوی بعدی میذارم ببینین چیا میاد تو سیزن 8. بچه اگه سیزن 8 واقعا سامورای بیاد به خدا بچه یعنی کالاف دوباره چیز میشه، زنده میشه واقعا. تو سیزنهای جدید کالاف اینطوری میتونم بگم که اصلا چیزی نمی آورد، فقط یه دونه بتل پس می آورد که عادیه اونو نیاره دیگه، چی بیاره یک گانای جدیدی می آورد که از وارزون خیلی هم میگن اون گانای وارزونه که میاد تو کالاف موبایل. بچه باشه یکم گلوم گرفته، نمیدونم سرما خوردم چی شده، حالا هرچی یک کوچولو گلوم گرفته. آره بچه یک گانایی داره میاد ولی خب اینا هم میگن گانای چیزه وارزونه. کلا نمیدونم اکتیویژن رفته تو فاز وارزون ولی تازگی ها انگاری دیگه میخواد واسه کال آف موبایل هم خرجایی بذاره. چون که بچه قبلا یادتون باشه تو سیزنهای قدیما یه مپ های جدیدی میومد واسه بتل، واسه مثلا خیلی چیز میزای جدید میومد، یک تغییرات حسابی میکرد که پلیرها عشق کنن وقتی دارن پلی میدن. ولی تازگی دیگه اینطوری نیست متاسفانه. اکتیویژن زیاد محل نمیده واسه کالاف. حالا دور ننداز ما اینقدر به در نخور نیستیم و به اینطوری دیگه آقا اصلا چی بگم آقا چی بگم الان من بیام بگم اکتیویژن کار میکنه؟ نه، باید اتحاد بشیم بگیم آقا کال آف موبایل هم برسه. آقای اکتیویژن به ما رم بخون به ما اهمیت بده. هیچی دیگه بچه همینه. متاسفانه فعلا وضعیت کال آف موبایل باید اتحاد بشیم، باید یوتیوبر اتحاد بشن، کلن مردم اتحاد بشن، فرق نمیکنه خارجی ایرانی. حالا ما فعلا سخنمون به خارجی ها نمیرسه، باید حالا یه انگلیسی بلد باشیم سابامون بره بالا. حالا من زیاد انگلیسیم خوب نیست، بلدم ولی نمیتونم حرف بزنم زیاد. حالا بگذاریم، همین بود دیگه بچه ها. از سخنرانی که داشتیم همین بود. ای خدا بچه ها اصلا نمیدونم چی شده این روزا، یک وضعیتی دارم ویدیو که به زور میذارم، اصلا نه حال دارم نه چیزی، به زور ویدیو میذارم. اینم به خاطر عشق شما. اینجا میدونه کم کرده بودن داداشامون بچه فقط جلوتر ویدیو ببینین، اصلا نه اینجا نزنین دیگه، جلوتر اینجا نزنین، فقط ببینین عشق کنین. اینجا اصلا نفهمیدن از کجا، یعنی واقعا
نفهمیدم چی شد، چرا اونو پرت کرد، با چه منطقی اونو پرت کرد. اصلا من با اون میمردم. نه خب بچه اینجا کمپ کرده بودیم، اونا هم کمپ کرده بودن، فقط تنها تغییری که داشتیم اونا پایینت کمپ کرده بودن، ما هم بالا. اینجا اومدم به یک داری مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سلام گفتم و اونو زدم. اینجا اومدم دیدم داداشمون از اونجا اومد، اینم زدم و کم کم دیدیم نه دیگه نمیشه، زون داره میاد، داریم بدبخت میشه. بچه این AK-117 هم اتچمنتش رو داخل کانال تلگرامم میذارم، لینک کانال تلگرام توی دیسکریپشن گذاشتم، حتما بیاین جوین بدید، همه چی اونجا میذارم. بچه اینجا دیگه داشتیم زونکش میشدیم که اینجا یه شانسی من آوردم. ببینین جلوتر ببینین دیگه بچه، بیا اگه من میمردم دیگه رفته بودیم، اگه من اینجا میمردم هر رفته بودیم لابی. اینجا داداشمون کشته شد. تا ویدیوی بعد بدرا.